the first thought that came to my mind was how cheap human life had become in comparison to a piece of cloth. من کوثر افتخاری هستم، یکی از صدها شهروند ایرانی که 20 مهر 401 در شهر تهران خیابان ابوریحان تهران چشمم مورد هدف عامدانه نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفت و نابینا شد. ولی احساس می‌کردم که صدای من خیلی کوتاه است داخل ایران و کسی صدای من رو نمیشنوه، کسی از جنایات جمهوری اسلامی که به چشم معترضین یکی از این جنایات ها بود شلیک میکنه، کسی از این اتفاقات خبر نداره. من 2 بار بهم شلیک شد، یک بار 29 شهریور 1401 و بار دوم که باعث شد چشم راستم رو برای همیشه از دست بدم و الان پروتز هست و یه گلوله ساچمه‌ای داخل مغزم وجود داره که دکترها نمیتونن عملش بکنن و خارجش کنن. We were able to establish not only the use of lethal weapons in the response but also some instances of targeted shootings with lethal weapons but also with non-lethal weapons but that were used to create lasting injury. They went for the eyes of victims at very close range. We have documented that as one of the practices of security forces in dealing with protesters. شب اول رو در بازداشتگاه شاپور گذروندم. خانواده‌ام هم از اینکه کجا هستم هیچ اطلاعی نداشتن. روز بعد به زندان اوین رفتم برای برگزاری دادگاه بدوی که اونجا تهدید به اعدام شدم، صرفا به خاطر اینکه اسکرین شات هایی رو دیده بودن که با دانشجوهام دارم صحبت میکنم و ازشون حمایت میکنم برای شرکت در تحصیلات هایی توی دانشگاه و توی خیابون. تحقیر میشدم که این کارو میکنی چون زنی، عقل نداری چون زنی، و این همچنان سخته، همچنان فهموندنش به دیگران که من به عنوان یک زن تحصیل کرده توانایی اندیشیدن، مبارزه کردن، تصمیم گرفتن و قضاوت کردن رو دارم بدون اینکه تو فقط به بدن من نگاه بکنی. شاید خجالت کشیدن حتی در موردش حرف بزنن، حتی جرئت نکردن در موردش دهنشون رو باز کنن، چون تمام بلایایی که سر خیلی آوردن حتی فیلم هاش رو هم دارن و خیلی ها رو با همین تهدید میکنن. ولی خب قول هم نسلی خودم، من خودم رو دیس کردم که اونا نتونن منو بزنن. یعنی من خودم رو زدم، گفتمش و نتونن ازش به عنوان یک سلاح علیه من استفاده کنن. واقعیت هم داشته باشه ولی چون هیچ جایی تایید نمیکنه حرفمون رو، هیچ ارزش قانونی نداره. اما الان که کمیته حقیقت‌یابی سازمان ملل میگه که کارهای جمهوری اسلامی مصداق جنایت علیه بشریته. Now we found through our investigations and through analysis of medical evidence and looking at patterns as well that Gina Mouse's death in custody was unlawful and it was caused by physical violence in the custody of the state authorities. Ultimately, our findings are that there have been serious human rights violations in connection with the protests. They include unlawful deaths, extrajudicial executions, unnecessary and disproportionate use of force, arbitrary arrest, torture and ill treatment, rape and sexual violence, enforced disappearance, and gender persecution, intersecting with ethnic and religious grounds. We also found that some of these acts were conducted in the context of a widespread and systematic attack, particularly against women and girls, but also others expressing support for equality and rights. And as a consequence, we've made a finding also of crimes against humanity having occurred.